سوم قشنگ نشون میده خودش، یا از صدای قیف که میاد اوج باز خودش نشون میده. اینجا نباید نشون بده چون با دست شماست. هر حجمی که دلتون میخواد دیگه کوک که صدا دست شما در نمیره. حالا چیزی میخواستم با آقای امامی کمکی بهتون نشون بدم. ببینید من وقتی که با روش لبی میزنم، نه ه و نه ت، نه زبون و نه ه، اگه با روش لبی بزنید شما طرفی رو که نی رو میذارید هر چقدر یکی بیاد بکشه فقط صداتون زیاد میشه، حجم نباید کم بشه. این تو روش‌های دیگه اصلا نمیشه. حالا من اون کارو میکنم، آقای امامی میاد تو چند صدا میکنم شما ببینید. خواهش میکنم تشریف بیارید. این حجم صدای من عوض نمیشه، نوت من میره بالا. ما تو این روش هم میتونیم نوت رو ببریم بالا و هم نوت رو میتونیم بیاریم پایین. ببینید روی نوت این باز همون پره میگیریمش به جای اول برمیگردونیم شلش میکنیم. پس بنابراین از جلو انجام میشه، اصلا ربطی به اینجا نداره. حالا یه بار دیگه شما بکشید، تو اوجی کشید داره بزنید. این برای هر کاری بکنه هیچ اتفاقی نمیفته. میدونی چرا؟ من با اینجای لبم میگم پره، با اینجا صدا در صدا از اینجا باز میپره تو این میشکنه صدا در میاد. چه مربوطه که یه عده‌ای اینجوری میکنید. این حرکات اضافه است، این مال نداشتن تکنیک درسته. یه حرکت دیگه هم اون چیزی که ایشون بگیره جلوشون. ببینید یه دفعه میگیره یه دفعه میکشه، یه دفعه میگیره. ببینید تا این حرکت رو اگر تمرین کنید به اصل داستان زودتر نمیشه. ببینید یعنی یه ذره فشار بیارید این صدا قطع میشه. این درست‌ترین روشه. ببینید باز من یه توضیح بدم بیشتر که من دارم صدای اوج و قیس و اینا رو میزنم برای که بیشتر مشکلات ما تو این صداهاست. اون روش بم چون شما باد یه ضرب ول میکنید تو هر روشی یه صدایی میده، ولی باز بمتون هم اگه با همین روش بزنید از مصرف بسیار پایین نفس شما برخوردارید، چون لبتون اون پیرو میگه. و برعکس که فکر کنید که تو صدای بم این روش باید لب رو صفر کنیم، ابدا. صورت بدون نی بهتون میگم که متوجه باشید که با نی چیکار میکنید. ببینید بدون نی بم این حرکته، دسته قیس هم حرکت یا اوج یه خود تنگتره، یعنی اصلا تو صدای بم لبتون رو پیتون رو نباید صفر کنید ولی اصلا هوا نمیاد. شما باید به حجم هوایی که میاد شل حجم زیاد میاد، صفر حجم کمتر میشه.
البته اصلا اون سفتی هم نیست، حرف پ باز یادمون نره، حرف پ رو شل میگیم یا سفت میگیم. حالا باز یه بار دیگه من رو صدای قیس این کار میکنم که اون دو روشی که گفتم آقای امامی این کار برای من انجام بده. حالا شما وقتی میخوای نیر رو زیاد کنی، صدا رو ببری بالا، چرا این لبات اینجوری میکنی؟ خب یه ذره این لبتو بکش دیگه، بیا نیم پدنو تو بردی بالا. پس دیگه فراموش نمی کنیم. امیدوارم بچه‌های جوان ما دنبال این قضیه رو بگیرن، چیزهای بهتری بهش اضافه بکنن. من دیگه حرفی فکر نمی‌کنم برای گفتن داشته باشم. این هم که میگم جسارتی است، پژوهشی است بر روی نی صدای زیبای استاد حسن کسایی که حالا من یه مقداری روش چیز کردم، کار کردم و آقای امامی هم به عنوان پروژه پایان تحصیلیش روش کار کرده و من امیدوارم بتونیم این سی دی رو در اختیار همه بچه‌های در درجه اول دلم میخواد بچه‌های شهرستانی که امکانات کمی دارن خیلی سریع این به دست اونها برسه، چون من خودم وقتی میخواستم این سازو بزنم خیلی مشکل داشتم، تا تهرانم نیومدم نتونستم بزنم، سازهای بادی دیگر میزنم. در اینجا جا داره که از آقای امامی خیلی تشکر کنم، از جناب هاشمی فیلمبردار عزیزمون که واقعا وقتشون رو گرفتیم و بدونید ما تو محیط دانشکده هنرهای زیبا داریم این کار رو ضبط می‌کنیم. توی اگه صداهای شنیدید یکی ویولن زد، یکی آواز خوند، اینا دوست داشتیم تو محیط گرم هنری باشیم و امیدوارم همین بچه‌ها این دانشکده هنرهای زیبا رو از اینی که هست خیلی بارورترش کنن، چون الان یه خورده مایوس کننده است و امیدوارم مسئولین هم یه خورده بیشتر فکر کنن به هنر این مملکت. از همتون سپاسگزارم. شما رو خدا می‌سپارم.